سلام به همگی، خوش اومدید به این ویدیو. قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ این ویدیو. اول وارد اوپن آیوی بشید، بعد ادیت مود رو روشن کنید و به این مسیر برید: آپدیت x64 DLC پکس. حالا فایل مود رو بازی کنید و پوشه‌ای که فایل DLC توشه رو بگیرید و بکشید اینجا. حالا به پوشه آپدیت، بعد update.rpf، کامل، دیتا، بیاین پایین و روی dlclist.xml راست کلیک کنید و ادیت رو بزنید. بیاین پایین و کدی که آیتم آخرش نوشته رو کامل کپی کنید. حالا اینتر رو بزنید و پیستش کنید. اسمش رو اسم همون پوشه‌ای که DLC داخلش بود بذارید و سیو رو بزنید. اگه مود اسپانر وی رو نصب کرده باشید، با زدن F5 یه منو میاد که میتونید ماشینتون رو اسپان کنید. خب به پایان ویدیو رسیدیم. ممنون از شما که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.